دلیل پنجم افزایش اضطراب و استرس طبق کتاب لاست کانشن روابط از دست رفته چیه؟ چیکار میتونیم بکنیم تا اضطراب و استرس رو کم کنیم؟ توی کدوم جوامع هستن که موفق‌تر عمل کردن تا مردم با سلامت روانی بیشتری زندگی کنن؟ سلام، صبحتون بخیر. در ادامه بحث پیدا کردن دلایل افسردگی و اضطراب این ویدیو رو ضبط میکنم. دلیلی که میخوام بگم دلیل پنجم فاصله گرفتن از مقام و منصب که این عنوانشه. یه عصب‌شناسی به اسم دکتر رابرت ساپولسکی چند وقتی میره توی جنگل آفریقا، میخواد روی بابون‌ها مطالعه انجام بده. مطالعاتی که داره نتایج خیلی جالبی داره. حالا ما اینجا نتایج رو باهاتون در اشتراک میذاریم. در واقع میاد با این تیرای بیهوش کننده بابونا رو بیهوش میکنه، هورمونای استرس که همون هورمونای کورتون هستن رو توشون اندازه گیری میکنه. ریزالت و نتیجه‌ای که میگیره خیلی جالبه. ببینیم بابون ها سیستم زندگیشون این شکلیه که میان با هم دعوا میکنن، یه جدالی اتفاق میفته، اون سرگروه مشخص میشه. اونایی که شکست خوردن خیلی رفتار عجیبی از خودشون نشون میدن، یعنی اینکه مثلا خمیده راه میرن و همیشه مثلا میخوام بگن که اوکی من دیگه برای اون سرگروه خطر محسوب نمیشم، من دیگه نمیخوام سرگروه باشم، من با تو دعوا ندارم، که اون سرگروه دست سرشون برداره. میزان استرسی که توی اون بابون‌هایی که خمیده راه میرن شکست خوردن، خب یه میزان استرسی هست، نه همیشه نگرانن، استرس دارن. تو اون سرگروه هم این استرس دیده میشه. کیا وقتی که مقامش تهدید میشه، یعنی یه نفر اونو مثلا به جنگ به جدال فرا میخونه تا مقامش رو تهدید کنه، مقامش رو برای خودش بگیره. یا دومین چیز اینه که وقتی مقامش رو از دست میده، مثلا ما یک سرگروهی رو دیدیم که مقامش رو از دست داد، به مقام رتبه 9 تنزل درجه کرد. بقیه بابون‌ها الان سعی می‌کردن چیکار کنن؟ سعی می‌کردن اون اذیت و آزاری که وقتی این بابونه سرگروه بوده ازش دیدن الان تلافی کنن. الان دیگه میتونستن، الان دیگه سرگروه نبود. خب این باعث افزایش اضطراب خیلی زیادی تو این بابون شده بود و در نهایت گروه رو کلا ترک کرد و رفت. خب پس این دوتا موقعیتیه که رأس گله اون سرگروه هم با دچار استرس و اضطراب میشه. حالا سوالی که دکتر ساپولسکی پرسیده اینه که آیا افسردگی که ما تجربه میکنیم پاسخ به تحقیریه که این جامعه مدرنیته به ما غالب میکنه؟ یعنی مثلا اون بابونه که سرخورده شده به خاطر این داره افسرده میشه که اون سرگروه بهش غالبه؟ سرگروه وقتی مقامش میاد پایین به خاطر این افسرده و مضطربه که خب بقیه اذیتش میکنن، خاطر که مقامش رو از دست داده، به خاطر که داره تحقیر میشه الان. حالا آیا افسردگی ما هم یه چیزی مشابه افسردگی که این بابونا دارن تجربه میکنن؟ ما هیچ حس امنیت نداریم. جامعه‌ای که الان تشکیل شده جامعه‌ایه که ما توش احساس میکنیم که شغلمون رو ممکنه از دست بدیم، چون ممکنه پولمون از دست بدیم، ممکنه دیگه اون احترام کافی رو تو جامعه نداره، چون احساس امنیت کافی از شغلی هیچ کس نداره. تحقیقات نشون داده کسایی که درآمد کمتر دارن ولی شغلشون امنیت بیشتری داره، یعنی طرف مطمئنه که آقا این شغلی که مال خودمه، خب استراب کمتری دارن از اون مشاغلی که درآمدشون خیلی بالاست ولی امنیت شغلی کافی رو نداره و هر لحظه ممکنه از بین بره. مثلا تو جامعه امروزی که شغلای اینترنتی خیلی زیاد شده، پروژه‌ای کار میکنم، الان کار میکنم، ممکنه فردا دیگه این پروژه نباشه و حالا اومدن گفتن بیا یه تحقیق آکادمیک تر انجام بدیم در این رابطه. قضیه اینه که ما دو تا جامعه داریم در واقع. جامعه آمریکایی که اختلاف طبقاتی توشون خیلی زیاده، طرف یا خیلی ثروتمنده یا نه مثلا زندگیش خیلی معمولی تره. خب امنیت شغلی توی اون کسی که زندگیش معمولی تره، گارسون یا هر چی، خیلی کم تره. اونی هم که اون بالا رأس قرار داره اون اطمینان خاطر رو نداره که تا کی قرار اینجا بمونه. میدونین چی میگم؟ حالا و جوامع دیگه، جوامعی مثل جوامع مثلا اروپایی، علل خصوص اروپایی شمالی، مثلا نروژ، مثل هلند. خب این کشورهایی که امنیت شغلی خیلی فراوانی رو واسه اون افراد جامعهشون فراهم کردن و قضیه اینه که اگه حتی تو بیکار هم بشی دولت رو ساپورت میکنه، نمیذاره به کارتون خوابی بیفته، نمیذاره هیچ زندگیت وضعیت بدی پیدا کنه به خاطر اون مالیات سنگینی که قبلش پرداخت کردی. دولت با تو خیلی اوکیه. قضیه اینه که این جوامع معمولا افراد خیلی ثروتمند یا افراد خیلی فقیرشون کمترن. همه افراد یه رنج نرمال وسط قرار دارن.
و البته که استرس ها و اضطراب ها هم تو بررسی نشون داده تو این جامعه خیلی کمه، خیلی اضطراب و استرس کمه و جوامع آمریکایی که کاملا دارن لیبرال زندگی میکنن اضطراب و استرس خیلی بیشتری دارن، در واقع تعلم خاطر خیلی بیشتری دارن. قرار جامعه فکر میکنن ما اصلا اهمیتی نداریم برای بقیه، ما اصلا مهم نیستیم. اون رأس جامعه هم میگه من تا کی میتونم مهم باشم؟ اینا سوالها و جوابهاییه که ما باید بهشون جواب بدیم تا سطح استرس و اضطراب رو تو این جوامع پایین بیاریم. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفا سابسکرایب کنین، لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین. من خیلی خوشحال میشم نظرتون رو کامنت کنین، حتما میخونم تا دلیل بعدی رو براتون بیام ویدیو بگیرم.